الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان گرامی، در این قسمت همچنان مثل قسمت‌های دیگر ان شاء الله به درس از تجوید اشاره خواهیم کرد و همچنان آیاتی از کلام الله مجید از سوره مبارکه بقره را به خدمت شما تلاوت خواهیم نمود. بینندگان گرامی، نشستن به پای قرآن و گوش کردن قرآن و تلاوت قرآن و بودن با قرآن همش عبادته و الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشأن را فرستاده و این قرآن کلام الهی است. مذاکره کلام الهی و تدریس کلام الهی و آموزش کلام الهی و خواندن کلام الهی، همه اینها عبادت است و شک نکنید که شما در این برنامه تا وقتی که با ما باشید با عبادت پروردگار متعال سپری خواهید نمود و این حرفی هست که من نمیگویم، بلکه الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نموده اند و ما به عنوان یک مسلمان قرآن را به عنوان کتاب الهی می شناسیم و به عنوان کلام الهی می شناسیم. قرآن عظیم الشأن همچنان که کتاب الهی است، سخن و کلام و گفته الله سبحانه و تعالی می باشد. پس هر انسان مسلمان باید با قرآن عظیم الشأن باشد و قرآن عظیم الشأن را یاد بگیرد. قرآن عظیم الشأن را داخل خانه ها گذاشته تا این که بر روی آن گرد و غبار در واقع بنشیند و گرد و غبار روی آن باشد، به این واسطه فرستاده نشده است، بلکه قرآن برای آموزش، برای یاد گرفتن، برای فهمیدن و برای عمل کردن به قرآن الله متعال این کلام را فرستاده. الله سبحانه و تعالی این قرآن عظیم الشأن را برای این فرستاده تا ما آن را یاد بگیریم، آن را تبرکی داخل خانه های خود نگذاریم که داخل خانه ما جن و پری نیاید، بلکه قرآن عظیم الشأن فرستاده شده که تا بشریت را به سوی خیر، فلاح و رستگاری و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت آنها را نائل بکند و آنها را از بدبختی ها و از تنفر و زشتی های روزگار آنها را به دور دارد. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت های برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. با ما همراه باشید و با هم دیگر درس‌هایی را از تجوید و همچنان از کلام الهی با هم دیگر مرور خواهیم کرد. مرحله اول نوبت است برای تجوید که ما از تجوید چیزی را بدانیم. ما در برنامه‌های گذشته مقدمه در مورد تجوید صحبت کردیم و موضوعاتی را برای مقدماتی به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض نمودیم و همچنان در مورد مخارج حروف که بعضی از این مخارج را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض نمودیم، از جمله مخارجی که ارتباط میگیرد به حلق که 6 حرف را در اونجا ما به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم که اینها از حروف حلقی هست و وقتی که اینها ادا میشه یا از انتهای حلق یا از وسط حلق یا هم از ابتدای حلق این حروف ادا میشه و به صورت تفصیل به هر کدام پرداخته شد. اما این زبانی که داخل دهان خود میبینید بیکاره نیست. الله متعال این را برای خیلی از کارها آفریده. پروردگار سبحانه و تعالی برای انسان هر چی را که آفریده بدون حکمت نیست. به خصوص زبان، خب خیلی حتی حرف زدن میبینین با زبان میشه. توسط این زبان بعضی از حروف ادا میشه، بعضی از حروف توسط این زبان ادا میشه که
الله سبحانه و تعالی برای این زبان این خصوصیت را داده که بعضی از این حروف توسط این زبان ادا میشه. ما در اینجا و در این برنامه به 2 حرف از حروفی میپردازیم که در واقع آنها از طریق زبان ادا میشه. البته یعنی زبان ارتباط داره به این حروف. البته حروفی که توسط زبان ادا میشه و تلفظ میشه زیاد هست، تنها این 2 حرف نیست، حروف فراوانی هست. اما ما در این برنامه کوتاه در مورد چند حرف که در واقع توسط زبان تلفظ میشه و ادای آنها توسط زبان میشه به صورت کوتاه و فشرده به خدمت شما بیان خواهیم کرد. از آقا احمد عزیز میخوام که اینجا تصاویر را نشان بدن که از روی تصویر با همدیگر مسائل را ان شاء الله که ببینیم و در موردش سخن بگوییم. اولا این تصویری که شما میبینید در واقع توسط این زبان قاف ادا می شود، یعنی از انتهای زبان، اخیر زبان که به قسمت قسمت این گوشتی کام برخورد میکنه یا نزدیک میشه به آن، در واقع حرف قاف ادا میشه. و ما در برنامه‌های گذشته گفتیم که هرگاه خواسته باشیم که یک حرف را ادا بکنیم که بفهمیم از کجا ادا شده، در اول اون حرف مثلا قاف، در اول حرف یک همزه می آوریم، همزه متحرک، همزه قطع، بعد اون قاف را ساکن می کنیم. آن وقت معلوم میشه که از کجا ادا میشه. مثلا ما حرف قاف را وقتی که میگوییم از انتهای زبان به این قسمت کام برخورد میکنه و یا نزدیک میشه، این قاف ادا میشه. مثلا وقتی ما میگوییم اق، واضحه، هر کس میتونه پیش خود این را تجربه بکنین. مثلا حرف اول را ما متحرک، حرف بعدی را ساکن بکنیم، حرف قاف را ساکن بکنیم، این گونه ادا میشه. اق. ما گفتیم در برنامه گذشته هم وقتی در مورد حروف حلقی صحبت میکردیم، گفتیم که میان غین و میان قاف تفاوته که متاسفانه این تفاوت کمتر مشخص میشه، به خصوص در میان فارسی زبان ها. مثلا ما گفتیم غین از ابتدای حلق ادا میشه و به صورت تفصیل در موردش صحبت کردیم. اما قاف با همدیگر خیلی اینها متفاوته، فرق میکنه. قاف اخیر زبان، چنانچه شما در این تصویر میبینید که ما در برنامه گذشته هم تصویری رو نشان دادیم از غین. اینجا شما میبینید که اخیر زبان رو به سمت بالا در واقع کشیده میشه و به سمت کام کشیده میشه و قاف ادا میشه. مثلا میگوییم اق. یا شما آیاتی در قرآن عظیم الشان مثلا میخوانیم قل اعوذ برب الفلق. ببینین اخیر زبان در واقع این اخیر زبان به کام به این قسمت بالا در واقع متمایل میشه. این از حرف قاف هست که در مورد حرف قاف ما توضیح دادیم. اما حرف دیگر حرف کافه. حرف کاف با تفاوت این که تصویر را داشته باشن اینجا، این حرف کافه. حرف قاف اگر توجه داشته باشین این قسمت از زبان، یعنی قسمت اخیر زبان، آخرین قسمت از زبان به قسمت کام در واقع نزدیک میشه. اما اینجا هم قسمت اخیر زبان هست، با تفاوت این که در این قاف که ما گفتیم قسمت اخیر زبان که نزدیک به حلقومه، یعنی قسمت اخیری که به حلقوم نزدیکه. اما در کاف قسمت اخیری که به دهان نزدیکه. با تفاوت این تفاوت را بینندگان عزیز داشته باشین که در قاف در واقع قسمت اینجا تصویر را یک بار دیگه اینجا قافه، اینجا را داشته باشین. این قاف قسمت اخیر زبان که به حلقوم نزدیکه. اما در قسمت کاف اینجا را توجه داشته باشین، قسمت اخیر زبان که به دهان نزدیکه. تفاوتش در اینه.
در اینجا وقتی ما این تصویر سرخ را داشته باشین، این را تصور بکنین این همان کام گوشتی، قسمت گوشتی، قسمت اخیری که به حلقوم نزدیکه. اینجا در وقتی ما در قاف میبینیم که اینجا کاملا یعنی خیلی با هم تفاوت داره، یعنی به دهان نزدیک نیه این قاف. اما در کاف وقتی میبینیم این نکته که از آنجا در واقع کاف ادا میشه به این قسمت خشکی یا و قسمت غیر از گوشتی در واقع نزدیکه. پس بنابراین تفاوت است میان قاف و میان کاف، که قاف قسمت اخیر زبان که نزدیک به حلقومه، اما کاف که این کاف هست ادا میشه از قسمت اخیر زبان که نزدیک به دهان می باشه. پس تفاوت است میان قاف و میان کاف. این بود از درس امروز تجوید که دو حرف را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به صورت فشرده توضیح داده شد. البته هدفم اینه که بینندگان عزیز و گرامی متوجه این موضوع باشند که دقیق ادا بکنند. وقتی که ما در برنامه همچنان بینندگانی که شرکت میکنن و ما هم وقتی به این واسطه درس تجوید را اول میاندازیم تا اینکه حروفی که ما میخوانیم آن را در درس تجوید عملی، در درس تلاوت و روخانی آن را عملی بکنین. پس بنابراین اینها را عملی بکنین تا برای شما ملکه بشه، تا برای شما تمرین بشه، تدریب بشه، که اصلا نیازی الحمدلله دیگه نباشه که شما اینها را به هر حال کلمه به کلمه حفظ بکنین. فقط این که شما اینها را عملی بکنین به ذهن شما برای ابد باقی خواهد ماند. این بود از درس تجوید. اجازه بدین که میان برنامه را ببینیم و بعدا ان شاء الله از آیاتی از قرآن کریم از سوره مبارکه بقره در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. به امانت خیانت نکن و به یاد بیاور روزی را که در مورد آن بازخواست میشوی. السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روخانی قرآن عظیم الشأن. امروز از آیات 182 تا آیه 186 انشاءالله، یعنی تا آخر آیه 186 در خدمت شما خواهیم بود و این آیات را از سوره مبارکه بقره جزء دوم تلاوت خواهیم کرد. از آیه 182 تا اخیر آیه 186 جزء دوم سوره مبارکه بقره. از اولین آیه شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن خاف. اینجا نون ساکن هست، میبینین که ساکن ظاهره و بعد از نون ساکن خا آمده و خا از حروف اظهاره. بناهن ما نون ساکن را در اینجا اظهار میکنیم، یعنی نمیخوانیم فمن یا اینجا به هر حال مد بکشیم، چون بعضی ها طولانی میکنن. در بعضی از حروف اظهار میگه فمن یا میگه فمن، فقط خیلی آسان فمن خاف. من بعد از نون ساکن که اینجا میبینید میم آمده و میم از حروف یرملونه. اینجا ادغام میکنیم و حروف یرملون 6 تایی که هست، یا را، میم، لام، واو و نون، اینها از حروفی هستند که هرگاه بعد از نون ساکن و تنوین قرار بگیرند، آن نون ساکن و تنوین در واقع ادغام میشه، چون از حروف ادغام این 6 تا.
اینجا حرف میم هست، ما میگین نمیخوانیم من موسین. اگر من موسین بخوانین اشتباهه، بلکه باید بخوانین میم موسین، یعنی میم با میم دیگه وصل میشه. میم با میم دیگه وصل میشه. میم موسین. و در این میم ما غنه هم میکنیم، یعنی صدا را از بینی بیرون میکنیم. به این رقم میم موسین، میم موسین. و این میم با این میم وصل میشه، ادغام میشه. موسین. اینجا صاد که میبینید، این صاد در واقع تنوین داره، منونه. و بعد از این تنوین جیم آمده و جیم از حروفی هست که با آن حروف اخفا میگویند. بنابراین ما این تنوین را اخفا میکنیم، یعنی میپوشانیم. به این شکل میخوانیم میم موسین، سین، سین. نمیگین سن، سن نمیگین، سن اخفا میکنیم. میم موسین جنفا، جنفا، جنفن. وقتی که ما تنها بخوانیم. اما وقتی که این را وقف کنیم جنفا میگین. اما وقتی که این را با هم، یعنی با حرف بعدیش بخوانیم، با کلمه بعدیش بخوانیم، میگیم جنفن. چرا؟ به خاطر که بعد از تنوین امزه آمده و امزه از حروف اظهاره. بنابراین این تنوین را ما اظهار میکنیم، میگیم جنفن. او این همزه که میبینید با این واو در واقع یک جا خوانده میشه. اثم. این همزه را همزه قطع میگن، همزه قطع میگن، چون در ابتدای کلمه وقتی میایه و خوانده میشه، خوانده میشه. او اثمن، اثمن، اثمن. اینجا اگر استاد بکنیم میگیم جنفن او اثما، او اثما. اما وقتی که خواسته باشیم وصل بکنین، چون اینجا میبینین که میم منونه، تنوین داره، اینا تنوین میگن. این دو ذره که اینجا میبینید به نام تنوین گفته میشه. و بعد از این تنوین فا آمده و فا از حروف اخفا هست. بنابراین ما این تنوین را اخفا میکنیم، میخوانیم او اثما فاصلح، فاصلح، فاصلح. این همزه با صاد وصل میشه. فاصلح، فاصلح. اینجا توجه داشته باشید ها از کجا ادا می شد. این را بینندگانی که در درسه های گذشته با تجوید با ما بودن انشاءالله که به ذهنشان هست که ها در واقع حرفیه که از وسط حلق ادا میشه. بینهم، 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 بینهم. فلا اثم، فلا اثم، اثم، اثم. فلا. این مدی که در اینجا میبینید این مد منفصل هست، یعنی به اندازه 3 حرکت ما این حرف را طولانی میکنیم. فلا اثم علیه، علیه. اینجا هم جیم علامت وقف جائزه، یعنی اگر ما اینجا وقف بکنیم استاد بشیم جائزه. مثلا بخوانیم فاصلح بینهم فلا اثم علیه، جائزه. و اگر هم اینجا وقف نکردیم جائزه. ان الله، ان الله. اینجا همزه با نون وصل میشه و بعد این نون در اینجا غنه میشه. چرا؟ چون ما گفتیم که وقت نون و میم مشدد باشد غنه صورت میگیره، یعنی اینکه صدا از بینی خارج میشه، صدا از بینی خارج میشه. این، این. اینجا رو توجه داشته باشید. این نون با لام وصل میشه، نون با لام وصل میشه. وی الفی که میبینید صاد بالایش هست این را الف یا همزه، این را همزه وصل میگویند. ان الله، الله، ان
ان الله غفور غفور. غین از کجا ادا می شد؟ از ابتدای حلق، از ابتدای حلق، از اول حلق. غفور غفور. اینجا را می بینید که منون تنوین داره و بعد از این تنوین رای دیگه آمده و را از حروف یرمولونه. یرمولون 6 تاست و ادغام میشه. بناهن میخوانین غفور غفور رحیم. غفور رر، یعنی را با رای دیگه داخل میشه، وصل میشه با هم دیگر، ادغام میشه. نمیخوانین غفورون رحیم. اگر غفورون رحیم بگین اشتباهه. غفور رحیم. این از آیه 182 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیت 183. یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الذین آمنوا. یا مد منفصل هست. ای همزه با یا وصل میشه. ال ها با لام وصل میشه. این همزه وصل هست. الذین آمنوا. آمنوا این هم یعنی خوانده نمیشه. کتب 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 علیکمس علیکمس مس. میم با صاد وصل میشه. نمیخوانیم علیکم الصیامه. علیکم الصیامه اشتباهه. علیکم الصیامه. چرا؟ چون از حروف شمسیه هست. یعنی وقتی که از حروف شمسیه باشه این الف لام خوانده نمیشه. این الف لامی که اینجا میبینید خوانده نمیشه. علیکم الصیام. علیکم الصیام کما کتب علی. لام با لام وصل میشه. علی الذین. علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینجا من قبلکم که میبینید اینجا نون ساکن هست، بعدش قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست. بناهن ما این نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم، یعنی میپوشانیم. من قب. این با در اینجا میبینید ساکنه و با از حروف قلقله هست، یعنی وقت ساکن باشه از حروف قلقله هست. قب به شکل ادا میکنین که گویا بار یک حرکت میدین، یک حرکتی در با پیدا میشه. قبلکم من قبلکم لعلکم. عین با لام وصل میشه. لعلکم تتقون. تتقون. تا با تای دیگه وصل میشه. تتقون. خب میرویم به سراغ آیه 184 سوره مبارکه بقره. ای همزه با یا وصل میشه. ایامن. 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 در صورتی که این را کلمه به کلمه بخوانه. اما اینجا میم که میبینید منون تنوین داره و بعد از این تنوین میم دیگه آمده و میم از حروف یرمولونه و ما گفتیم که اینجا ادغام میشه. وقتی که بعد از تنوین حرفی از حروف یرمولون بیایه ادغام میشه. بناهن ما میم را در میم دیگه داخل میکنیم. نمیخوانیم ایامن معدودات، اشتباهه. ایامن مع میم با عین یک جا خوانده میشه. معدودات. اینجا جیم هست، علامت وقف جائزه. اگر وقف کردین جائزه، اما اگر وقف نکردین اینجا تا که میبینید منونه و بعد از این تنوین فا آمده و فا از حروف اخفا هست. بناهن ما این تا را در اینجا اخفا میکنیم. این رقم میخوانیم معدودات. نمیگین تن. اگر تن بگین خب اظهار میشه.
معدودات فمن اینجا نون ساکن بعدش کاف آمده. کاف از کجا ادا می شد؟ کاف را گفتین که قسمت اخیر زبان که نزدیکی به دهان دارد به قسمت بالای کام، به کام بالا در واقع در اونجا میچسبه یا نزدیک میشه، در اونجا تمایل پیدا میکنه به اون طرف و بعد کاف ادا میشه. فمن کان فمن کان و اینجا کاف از حروف اخفا هم هست، اینجا نون ساکن اخفا میشه. فمن کان من باز هم بعد از نون ساکن کاف آمده، بنابراین این نون ساکن در اینجا هم اخفا میکنیم. منکم اینجا بعد از میم ساکن میم دیگه آمده و در احکام میم ساکن که هست اگر بعد از میم ساکن میم دیگری بیاید که متحرک باشه، میم اول را در میم دوم داخل میکنیم، ادغام میکنیم، باز هم ادغام صورت میگیره. بنابراین میخوانیم منکم مریضا منکم کم این دو میم با هم ادغام میشه. منکم مریضا اینجا بعد از تنوین میبینید تنوین هم خیلی ظاهر بالای هم انداخته به خاطری که در اینجا اظهار میشه و بعد از این تنوین در واقع همزه آمده و این همزه از حروف اظهاره. بنابراین ما این تنوین رو اظهار میکنیم، میخوانیم مریضا مثلا میخوانیم مریضا او همزه با این واو در واقع اینها با هم خوانده میشه. علی سفرین اینجا را میبینید منونه و بعد از این تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، بنابراین ما این تنوین را اخفا میکنیم، میخوانیم او علی سفر فعد اینجا عین با دال وصل میشه. عین از کجا ادا میشد؟ انشاءالله که بینندگان عزیز ما میدانند چون در درسای تجوید بودن و اکثرا عین از وسط حلق ادا میشه، از وسط حلق، از همان زبان کوچک. فعدتون اینجا میبینید تنوین هست تایه که در اینجا میبینید منونه و بعد از این تنوین میم آمده، بنابراین ما اینجا ادغام میکنیم، میخوانیم فعدتم تم تا با میم یعنی وصل میشه و ادغام میشه، یک جا خوانده میشه. تم من اینجا نون ساکنه و بعدش هم همزه آمده و همزه از حروف اظهاره، بنابراین ما اینجا نون ساکن را اظهار میکنیم. من ایام اینجا تنوین اظهار میشه و میبینین تنوین هر دوتا بالای هم دقیقاً بالای هم و برابر نوشته شده به خاطر که در اینجا اظهار میشه. ایام اخر اما اگر استاد کردین میگین من ایام اخر، اینجا جیم علامت وقف جایزه، میتونین در اینجا ما وقف کنیم. اما اگر وقف نکردین میخوانین من ایام اخر وعلى اگر تنها وعلى الذين اینجا در درس گذشته یکی از بینندگان هم سوال کرده بودن، میخوام که به سوالشان بپردازم، اگرچه به صورت کوتاه سوال بیننده گرامی ما توضیح داده شد اما میخوام که به صورت تفصیل بیشتر توضیح بدم.
به مسائل بیرونی نمی پردازم، چون در این مورد اگر خواسته باشیم در مورد همزه قطع و همزه وصل صحبت بکنیم و یا این که همزه وصل در اول اسم بیایه یا در اول فعل بیایه یا در اول حرف بیایه چی میشه، این بسیار مفصله، بحث اصلا بحث لغویه. به هر صورت فقط در این نکته الذین چون سوال شده بود فقط اشاره میکنم. اینجا الذین، این همزه وصلی که شما میبینید و همزه وصل از کجا معلوم میشه که بالایش صاد انداخته. وقتی الف این گونه نوشته باشه و بالایش صاد انداخته باشه به این میگن همزه وصل. چون ابتدا به سکون مشکله به این واسطه این الف نوشته شده. اگر ما این را با حرف قبلیش بخوانیم این همزه در واقع کاربرد نداره. مثلا اگر بخوانیم و علی الذین، علی الذین اصلا این کاربرد نداره. اما اگر اینجا استاد شدیم گفتیم و علی بعد از این کلمه شروع کردیم، این کلمه را چون در واقع بعدش لام آمده، وقتی بعدش لام بیاید الف لام باشه همیشه و همیشه مفتوحه. یعنی بعد از اینکه بعد از همزه وصل لام آمد، اگر لام بود بدون شک در همه جا به صورت عموم ما قبلش یعنی همزه را ما فتحه میدهیم، یعنی زر میدیم. مثلا میخوانیم الذین، نمیشه الذین یا الذین، الذین خلاص الذین میخوانیم چون الف لامه الذین. و این هم امیدوارم که انشاءالله بیننده گرامی پاسخ خود را گرفته باشن. و علی الذین، اما اگر باز خواسته باشین به صورت تفصیل این خود در باب حرف و در باب فعل و در باب اسم حرف بزنین، فکر میکنم که ذهن بینندگان ما به هر حال پراکنده بشه و اصل موضوع هم از پیششان بره. و علی الذین، این لام با لام دیگه وصل میشه. و علی الذین یطیقونه، قونه. اینجا این واوی که کوچکی میبینین یعنی که نهو هو این رقم خوانده میشه. نهو خوانده نمیشه. اگر این واو نمی بود ما میخواندین یطیقونه نهو، اما چون در اینجا واو کوچکی میبینین به این رقم خوانده میشه یطیقونه نهو هو نمیخوانیم، هو میخوانیم. فدیتون، فد اینجا دالی که میبینید از حروف قلقله هست، از حروف قلقله هست. حروف قلقله 5 تا هست: قاف، تا، با، جیم، دال. هرگاهی که این 5 حرف هر کدام از اینا که ساکن آمد، چی در ابتدا چی در اخیر باشه و چی در ابتدا باشه، چی وقف عارضی باشه چی وقف اصلی باشه، فرق نمیکنه. هر کدام از اینا که بود وقتی که حرف اخیر یا حرف وسط ساکن شد، ساکن عارضی یا ساکن اصلی، ما این حرف را قلقله میکنیم، یعنی یک تکان میدیم حرف، یک تکان میدیم که گویایی که یک حرکتی در واقع از او خارج میشه. اینجا ما نمیخوانه فدیتون، خلاص خیلی راحت بگذارین. میگین فدیتون، فد شما توجه بکنین خیلی یعنی کاملا واضح میشه. فدیتون و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام. البته در اینجا هم تایی که میبینید در اینجا منونه و بعد از این تا هم تا آمده و تا از حروف اخفا هست، بنابراین این تا را در اینجا ما اخفا میکنیم. فدیتون طعام مسکین. این سیلی هم که میبینید به معنای اینه که در اینجا اگر وصل بکنین بهتره، وصل اولا هست، اینجا استاد نشین بگذارین بهتره. ما هم میگذاریم. نون در اینجا میبینید که ساکنه، نون در اینجا منون تنوین داره و بعد از این تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا، بنابراین اینجا نون که منونه و تنوین داره اخفا میشه این تنوین. بنابراین ما میخوانیم مسکین
فمن اینجا هم همچنان اخفا میشه. چرا؟ بعد نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست. فمن تطوع 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 طو 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 اینجا تا با واو وصل میشه. طوع تطوع فمن تطوع خیرا خیرا خیرا. خا از ابتدای حلقه دا میشه. خیرا خیرا. و بعد از این تنوین هم که میبینید فا آمده، فای فهوه، فا آمده، بنابراین اینجا اخفا میشه. میخوانیم فمن تطوع خیرا تطوع خیرا 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 فهو 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 خیر له خیر له. اینجا را که میبینید منونه و تنوین داره و بعد از آن لام آمده. لام از حروف یرملون هست، حروف ادغامه، بنابراین ما هم ادغام میکنیم. خیر له 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 نمیخوانیم. اینجا ای واو کوچک که میبینید برای همینه که ما این را له نخوانیم. خیر له اشتباهه. خیر له له تفاوت میان له و له. اگر این واو کوچک نمی بود میخواندیم خیر له، ولی ما میخوانیم خیر له. و این جیم هم که میبینید علامت وقف جایزه. اگر در اینجا ما وقف کردیم جایزه. مثلا بخوانیم فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جایزه. و اگر هم وصل کردیم هم جایزه خواندیم فهو خیر له. و ان بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه نون ساکن. و ان تصوموا و ان تصوموا خیر خیر. اینجا هم بعد از تنوین لام آمده، بنابراین ما اینجا ادغام میکنیم. خیر نمیخوانیم خیرون، اشتباهه. خیرون نمیخوانیم. خیر رل 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 را با لام وصل میشه. خیر لکم لکم. این میم ساکن هم در اینجا اظهار میشه. در میم ساکن اینجا را بینندگان عزیز و گرامی داشته باشن. در میم ساکن هرگاهی بعد از میم ساکن میم آمد، بعد از میم ساکن میم آمد، میم متحرک، مثل که قبلا هم برای شما نشان دادم یک نکته را. بعد از میم ساکن میم آمد ادغام میشه. میم ساکن در میمی که بعدش هست داخل میشه. اما اگر بعد از میم ساکن با آمد، حرف با آمد، میم ساکن اخفا میشه. در بقیه حروف غیر از میم و غیر از با، هر حرف دیگری که بعد از میم ساکن آمد، میم ساکن اظهار میشه، یعنی کاملا ظاهر و آشکار خوانده میشه. و این نکته را بینندگان عزیز داشته باشند. در اینجا هم همچنانه. بعد از میم ساکن میبینین همزه آمده، یعنی غیر از میم و غیر از باه. ما گفتیم اگر میم آمد ادغام میشه، اگر با آمد اخفا میشه، غیر از آن هر چی دیگه آمد اظهار میشه. اینجا خیر لکم لکم لکم، میم کاملا واضح میکنیم، آشکار ظاهر میشه. لکم ان کنتم تم. اینجا هم بعد از میم ساکن تا آمده اخفا میشه، اظهار میشه. اینجا اولا بعد از نون ساکن کاف آمده، اینجا اخفا میشه چون کاف از حروف اخفاه. کاف یاد شما باشه اخیر، قسمت اخیر زبان، یعنی قسمت اخیر زبان نزدیک به دهان، در واقع به قسمت بالا یعنی قسمت کام، در اونجا متمایل میشه و بعداً کاف ادا میشه. بعد از نون ساکن بعدی، بعد از نون ساکن بعدی تا آمده و تا از حروف اخفا، اینجا هم اخفا میشه. ان کنتم تم تعلمون تعلمون. عین از وسط حلقه دا میشه و به گونه ای که از همان زبان کوچک که
زبان کوچک به قسمت عقیب در واقع تا حد امکان قسمت عقیب کشیده میشه و عین تلفظ میشه. تعلمون. اینجا آیه 184 بود که تمام شد. میرویم به سراغ آیه 185. شه ها از قسمت اخیر حلق و انتهای حلقه دا میشه. شهر رمضان الذی. اینجا هم همزه وصله توجه داشته باشین. و ما گفتیم وقتی بعد از همزه وصل لام آمد و الف لام بود، در واقع اگر ما اینجا استاد کردیم مثلا خواندیم شهر رمضان الذی میخوانیم، یعنی همزه وصل را ما فتحه میدهیم، زر میدهیم. شهر رمضان الذی. اینجا این مده را که میبینید مد منفصله. چرا؟ به خاطر که این یا از حروف مده. چرا؟ چون که قبل از این یا حرفی آمده که زیر داره. وقتی که حرفی بیایه که زیر داشته باشه، قبل از یای ساکن حرفی بیایه که زیر داشته باشه، یا از حرف مد حساب میشه، از حروف مد محسوب میشه. و بعد از حرف مد این سبب مد که همزه آمده و در دو کلمه جداگانه آمدن، بنابراین اینجا مد منفصل میشه. الذی انزل. البته در صورتی که ما اینجا وقف کنیم این مد زائل میشه، ساقط میشه، از بین میره. مثلا بخوانیم شهر رمضان الذی، خلاص. اما وقتی خواسته باشیم وصل بکنیم اینجا مد به جای خود باقی میمانه. میخوانیم الذی انزل. اینجا بعد از نون ساکن، در انزل بعد از نون ساکن زا آمده و زا از حروف اخفا هست، بنابراین انزل را ما اخفا میکنیم. انزل فیه قرآن. اینجا همزه وصله، اینها هم با لام وصل میشه. فیه القرآن. البته در را هم وقتی که را خودش ساکن باشه ما قبلش پیش داشته باشه پر خوانده میشه. را پر خوانده میشه. مثلا نمیخوانین قرآن اشتباه. را پر خوانده میشه. فیه القرآن. هدن. اینجا بعد از تنوین لام آمده و لام از حروف یرمولونه، از حروف ادغامه، بنابراین اینجا ادغام میشه. هدن نمیخوانیم. هدل یعنی دال با لام وصل میشه. هدل لام با نون. نون هم ادغام میشه، غنه میشه. للناس و بینات. بابا یا وصل میشه. بینات. اینجا بعد از تنوین میم آمده، بنابراین اینجا هم ادغام میشه. تم تا با میم وصل میشه. و بینات منل. ما گفتیم وقتی در وسط حرف باشه این ساقط میشه، خوانده نمیشه همزه وصل. منل نون با لام در واقع یک جا خوانده میشه. من الهدى وال واو با لام. فر اینجا هم مثل قرآن که گفتیم در این حرف بالا، اینجا هم همچنان در این حرف بالا گفتیم که وقتی را ساکن باشه ما قبلش پیش داشته باشه پر خوانده میشه. در اینجا هم فر اینجا هم را پر خوانده میشه. فرقان
والفرقان فرقان. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر استاد کردیم جایزه مثلا خواندیم. و بینات من الهدى والفرقان جایزه. فمن شهد، بعد از نون ساکن شین آمده، شین از حروف اخفا هست، بنابراین ما اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. فمن شهد منکم، اینجا منکم بعد از نون ساکن کاف آمده و کاف از حروف اخفا، بنابراین نون ساکن را اخفا میکنیم. منکم، اینجا میمی که در اینجا میبینید پیش داره، با این شین وصل میشه. منکم مش مل نمیگین، منکمل شهر نمیگین، منکمش مش میم با شین وصل میشه. منکم شه ها از انتهای حلقه دا میشه. شهر فل یصمه فل فا اللام در اینجا ساکنه، فل یصم میم ساکنه، صمه فل یصمه سیلی هم به معنای این که در اینجا وصل بکنین بهتره. و من کان، بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفاه. و من کان مریضا اینجا بعد از تنوین چون میبینین خیلی شفاف بالای هم نوشته شده، هر جایی که این گونه نوشته شده بفهمین که اونجا اظهار میشه. و قاعده در اینه که بعد از تنوین میبینین همزه آمده و همزه هم از حروف اظهاره، بنابراین اینجا اظهار میشه. مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر، چون در بالا این را گفتیم. قیلی هم به معنای این که اینجا اگر وقف کنین بهتره. دوباره یک بار آیه را تلاوت میکنم. و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر یرید الله. اینجا را اولا باریک خوانده میشه، لامی که در اینجا هست اولا دال با لام وصل میشه، بعدش هم لام جلاله الله چون ما قبلش اینجا پیش داره پر خوانده میشه. قاعده ای در لام جلاله الله هست که بینندگان عزیز این قاعده رو هم داشته باشین. اگر ما قبل لام جلاله همین لامه، یک بار تصویر را ببینین، به این میگن لام جلاله، به این میگن لام جلاله الله. اگر ما قبل این حرفی بود که مثل دال که در اینجا است، حرفی بود که پیش داشت یا زر داشت، لام جلاله پر خوانده میشه، یعنی زبر داشت یا پیش یا زبر، لام جلاله پر خوانده میشه. اما اگر ما قبل لام جلاله یعنی پیش از لام جلاله حرفی وجود داشت که زیر داشت، اینجا لام جلاله باریک خوانده میشه. مثلا اینجا شما توجه داشته باشین، یوریدل دل نمیگین دل این باریک، دل پر میخوانیم. یورید الله بکو مل اینجا میم که پیش داره با لام وصل میشه، یس یا با سین، بکو مل یسر را پر خوانده میشه، یسر ولا یرید بكم العسر العسر بكم العسر. اینجا عین، اولا عین از وسط حلق،
با سین یک جا خوانده میشه عسر ولی تکملوا العدة ولی تکملوا لول اینجا لام با لام وصل میشه لول عدة لول عدة عین با دال عدة ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة بعد حرف بعدی تکب اینجا کاف با وصل میشه ولتكبروا الله ولتكبروا الله. اینجا میبینید که را در واقع پیش داره و قبل از لام جلاله هست، بنابراین لام جلاله پر خوانده میشه ولتكبروا الله الله نمیخوانه الله على ما هداكم اینجا میم هم اظهار میشه ما هداكم ولعلكم اینجا هم میم باز هم اظهار میشه ولعلكم تشکرون را پر خوانده میشه تشکرون. این از آیه 185 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیه 186. و اذا سألك و اذا سألك وإذا سألك عبادي عني اینجا عین با نون و نون هم اینجا ادغام غنه میشه عنی. ما گفتیم غنه از بینی، صدایی که از خیشوم یا از بینی خارج میشه. فإنی اینجا هم میبینید که نون مشدده، بنابراین اینجا هم غنه میشه. فإنی قریب غریب نمیخوانین. فرق در میان غریب و قریب. غریب یعنی بیکس، یعنی کسی نداشته باشه. قریب یعنی نزدیک، با همدیگر فرق داره. پس بنابراین فرق در میان قاف و میان غین باید باشه. مثلا اینجا میخوانیم قریب گفتیم اخیر زبان، قسمت اخیر زبان به قسمت نزدیکی کام، یعنی نسبت نزدیکی حلق، یعنی قسمت اخیری دهان و اوائل حلق در واقع به اونجا برخورد میکنه و قاف ادا میشه. اما غین از ابتدای حلق ادا میشه. پس فرق در میان این دوتا. فإنی قریب، اینجا سیلی هم به معنی اینکه وقف نکنین، وصل بکنید بهتره. اجیب، البته در اینجا وقتی که ما وصل نکنین میبینیم که با در اینجا منونه، تنوین داره و بعد از این تنوین همزه آمده و همزه از حروف اظهاره. بنابراین ما این تنوین را اظهار میکنیم. قریب اجیب دعوت تد اینجا تا با لام با دال تدعی دعوت الداعی اذا دعان وقتی استاد کنیم. اما وقتی وقف کنیم اذا دعانی این سیلی هم به معنی اینکه اگر وصل بشه بهتره.
فليستجيبوا 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 لي وليؤمنوا وليؤمنوا. اینجا همزه‌ای که میبینید اولا ساکنه و بعد هم از اخیر حلق ادا میشه. وليؤمنوا بی لعلهم اینجا را پر خوانده میشه یرشدون لعلهم یرشدون. این هم از آیه 186 سوره مبارکه بقره که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. اجازه بدین که این آیات را از آیه 182 تا اخیر آیه 186 را با هم دیگر بشنویم و بعد از میان برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی دوباره ان شاء الله خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. در به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، ما در امروز الحمدلله به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی درسی از تجوید را خواندیم که حرف قاف و حرف کاف را مخارجش را به خدمت شما بیان کردم و همچنین از آیات قرآن عظیم الشأن از سوره مبارکه بقره از آیه 182 تا اخیر آیه 186 به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد و با هم دیگر این آیات را دوباره برای تکرار شنیدیم تا ان شاء الله که بینندگان عزیز و گرامی که به پای تلویزیون های خود نشستند و میخواهند که به هر حال ترتیب تلاوت را ان شاء الله درست متوجه بشوند و قرآن عظیم الشأن را به صورت درست و صحیح تلاوت بکنند که بر هر مسلمان لازمه که این کار را باید بکنه ان شاء الله که استفاده کرده باشند. به هر حال با هم دیگر می رویم به سراغ تماس ها و تماس ها را می گیریم و می بینیم که بینندگان عزیز و گرامی ما تلاوت دارن ان شاء الله که از ایشان خواهیم شنید. ولی خواهشم اینه که قبل از تماس بینندگان عزیز و گرامی اولا تلویزیون ها را صدایش را کاملا ببندن، ثانیا کسانی که تماس می گیرند تا حدی که امکان دارد کوشش کنید که همین آیاتی که تلاوت شد این آیات را تلاوت کنید و خارج از اینها را تلاوت نکنید الا اینکه به هر حال کدام مشکلی باشد یا کدام ضرورتی یافت گردد. به هر صورت اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله بیننده گرامی ما گویی که تماسشان قطع شد. به هر حال این دو نکته را بینندگان عزیز و گرامی متوجه باشند، چون وقتی شما تماس میگیرین در واقع صدای شما از طریق تلویزیون یعنی با تأخیر برای شما میرسه، پس بنابراین باعث بر این میشه که خودتان اذیت بشین و دیگر بینندگان عزیز و گرامی هم که صدای شما رو میشنون اذیت بشن. بنابراین به این مورد بینندگان عزیز دقیقاً متوجه باشن. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فاطمه هستم از افغانستان به تماشیدین. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی و تشکری میکنم از شما. تلاوت شما ماشاءالله. تشکر. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو جزاکم الله خیر. سلامت باشید. بیننده بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من شاروخ از تاجیکستان میخواستم سوره رحمان خونم. سوره رحمان. بسیار خوب. بفرمایید. درس امروز تلاوت نمی کنین؟ نه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ورفعها وضع الميزان. دوباره برادر گرامی برادر گرامی دوباره تلاوت کنین. و السماء رفعها. والسماء ورفعها. و نداره برادر گرامی و نداره. و السماء رفعها. فهمون. بفرمایید. تماس شما بیننده گرامی قطع شد. فقط اونجا رو توجه داشته باشین. و السماء رفعها. و رفعها نیست، رفعها. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. خستم. علیکم السلام. تشکر. سلامت باشین خواهر گرامی بفرمایید. بله بفرمایید خواهر گرامی. میخواین تلاوت بکنید؟ سوره انفال. از اول سوره انفال؟ بسیار خوب. بفرمایید. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. سلامت باشین. تشکر. ماشاءالله. جزاكم الله خیر. تلاوت شما خوب بود. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
وسیم استاد محترم صاحب. تشکر، سلامت باشین، جزاکم الله خیر. من هدایت الله هاشمی هستم. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ بله، سوره الرحمن. سوره الرحمن. سوره الرحمن. بسیار خوب، بفرمایید. بفرمایید برادر گرامی، میشنوید. بیننده عزیز هستین؟ جزاکم الله خیر بیننده گرامی. لطفاً من گفتم که قبل از اینکه شما تماس میگیرین دو نکته داشته باشین. اولا اینکه وقتی تماس میگیرین صدای ما را از طریق تلویزیون نداشته باشین، چون با تأخیر صدا برای شما میرسه و باعث برای میشه که به هر حال صدا نشنوین و شما هم ساکت باشین و بیننده ها هم باعث آزار و اذیت خود شما و بیننده ها بشه. ثانیاً کوشش بکنین که همین آیاتی که ما خواندیم همین آیات رو تلاوت بکنین، حتی اگر اینکه یاد دارین، حتی اگر اینکه شما کاملا ماشاءالله از اینها هیچ مشکل ندارین، برای استفاده دیگران تلاوت بکنین و ما هم از شما استفاده میکنین. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، جزاکم الله خیر. بفرمایید برادر گرامی. آیه 182. شما از آیه 185 شروع بکنیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. من الهدى وبينات من الهدى دیگه. بينات من الهدى والفرقان. بله، بفرمایید. فما شهد منكم الشهر فليصمه فما كان مريضا أو على سفر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. خدا برکت. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. فقط این نکته رو توجه داشته باشین، از طریق تلویزیون صدا ما رو بگیرین
که تمرین و تلاوت بیشتر بکنین. هرچی تمرین شما بیشتر بشه، تلاوت شما بیشتر بشه، ان شاء الله در اصلاح حروف و در اصلاح کلمات و اصلاح آیات برای شما یعنی کوشش بیشتر میکنه. الحمدلله اگر شما آهسته آهسته بخوانین تلاوت شما خوبه، یعنی مشکلات شما کمه، اما کوشش بکنین که این تلاوت اضافه بکنین، زیاد بکنین، فراوان تلاوت بکنین، یعنی بار بار تمرین بکنین، تکرار بکنین، ان شاء الله که زبان شما رو خواهد شد و خیلی 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 آسان میتونین ان شاء الله که به صورت روان آیات رو تلاوت بکنین. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر برادر گرامی. میخواین تلاوت بکنین؟ سوره بقره آیت 184. آیت 182 شروع بکنین. فمن خاف من موص جنفا. 184 182 فمن خاف من موص جنفا، از اول صفحه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر برادر گرامی، تشکر از شما. جزاكم الله خیر. چون نصف صفحه شما تلاوت میکنید، نصف صفحه ان شاء الله بیننده بعدی تلاوت خواهند کرد. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. فقط بیننده گرامی برادر عزیزم متوجه باشین، در جنفن او اثمن اینجا شما اخفا کردین، اخفا نمیشه. من موصین جنفن او اثمن، جنفن فار کاملا تنوینش را واضح کنین. و همچنان در مریضن او علا، مریضن اینجا هم اظهار میشه، ظاهر کنین، کاملا تنوین ظاهر بکنین، اخفا نکنین. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. از آیت 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. شهر رمضان الذي جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاکم الله خیر. ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. الله متعال در تلاوت شما برکت بده. ماشاءالله. خب کدام حرف دیگه اگر داشته باشین؟ خب به هر حال تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام. تشکر از شما. سلامت باشین. بفرمایید خواهر گرامی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاکم الله خیر. ماشاءالله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشین. تشکر از خدا نگهدارتون. جزاکم الله خیر. فقط خواهر گرامی یک نکته را توجه داشته باشین. در اینجا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، در این هدى للناس یعنی مد نداره و طول ندین. هدى للناس خلاص تیر میشین. هدى کوشش بکنین که از پیش شما در اینجا مد صورت نگیره. هدى للناس. جزاکم الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. علیکم السلام. بفرمایید. میخوایم قرائت کنم. بله بفرمایید. از آیه 182 شروع بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. از فمن خاف من موص جنفا. مباشر من؟ بله مباشر. صدای تلویزیون رو ببندین. الو. سلام علیکم. علیکم السلام بیننده گرامی، شما به صورت زنده و مستقیم با ما در تماس شدین و صدای شما رو همه بیننده های گرامی میشنوند. صدای تلویزیون رو ببندین. از آیه 182 شروع کنین به تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه تلویزیون بله شروع بکنین. فمن خاف من موص جنفا برای شما مشخص میشه، دیده میشه. بفرمایید. در پیش من مصحف نیست. اگر روی اعوذ بالله بکنین انشاءالله که شروع میشه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. سلامت. سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من ادریس هاشمی هستم. بله بسیار خوب. میخواین تلاوت بکنین؟ بله میخوام. کدام سوره را تلاوت میکنین ادریس جان؟ سوره مؤمنون. ماشاءالله بفرمایید. میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما قاری صاحب ادریس هاشمی. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. آمین. الله متعال به شما جزای خیر بده. تشکر از شما. ماشاءالله. تشکر. و بینندگان عزیز و گرامی
این قاری صاحب ادریس هاشمی شاید بعضی از شما که با شبکه در ارتباطین بشناسید. احیانا تلاوت هایشان پخش میشه از طریق شبکه به صورت تصویری. ماشاءالله، الله متعال بهشان جزای خیر بده با این تلاوت بسیار خوب. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق است؟ بله خواهر گرامی، وصال حق است، برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. بفرمایید. جزاکم الله خیر. من میخوام تلاوت کنم. بسیار خوب. از آیه 184-85 شروع بکنین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بفرمایید. آیه 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. می‌بخشید آیه چند؟ 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. از مصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم. خواهر گرامی اگر کمی آرامتر بخوانین. بله میشم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. فقط کمی آرامتر، اگر تلاوت خود را کمی آرامتر بکنین انشاءالله بهتره. و دیگه الحمدلله بالای هم رفته، خوب بود و کوشش بیشتر بکنین و کمی آرامتر بخونین انشاءالله که مشکل حل خواهد شد. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. میشه من اول قرآن شریف بخونم؟ اشکال نداره، بفرمایید. خب تماس بیننده گرامی ما قطع شد. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. درس میخواین بخوانین یا کدام؟ شروع کنم؟ از آیت 182 فمن خاف من موص جنفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر از شما. ماشاءالله تلاوت شما خوب. تشکر. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز، میخواین تلاوت بکنین؟ یک خواهش داریم یک آیت اکرام بخونه. بسیار خوب، باشه بخون. البته قبل از او اگر صدای تلویزیون رو ببندین بیننده گرامی. آیت 7 سوره بقره. بسیار خوب. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لعلكم تؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ. تماس بیننده گرامی ما قطع شد. الله متعال به عمرت و برکت بده. ماشاءالله ماشاءالله بسیار زیبا بود و به هر حال بسیار خوب بود. ماشاءالله ماشاءالله. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم سلام. تشکر. سلامت باشین خواهر گرامی. بفرمایید میشنوید. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. بفرمایید. شما شما از آیه 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نه صفحه تلویزیون. بسیار خوب. حالا برای شما صفحه الان برای شما معلوم میشه. شروع بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى يريد گویا که کدام مشکل در تماس بیننده گرامی ما اتفاق افتاد. به هر صورت صدایشان کاملا قطع شد. تماس بعدی را میشنویم. میتوانند که مجددا تماس بگیرن و بعدا انشاءالله تماسشان رخ خواهد شد. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. از همین آیه را دوباره تکرار کنین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود. تشکر. خب تماس بعدی را. بله سلام علیکم. تماس بعدی. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی. میشنوین؟ بله بله میشنوم برادر گرامی بفرمایید. چیز داره خواهم برادر عزیز صدا را از طریق تلویزیون نشنوین، از طریق تلفن صدا شما میشنوین. بفرمایید. خب تماس متاسفانه قطع شد. تماس بعدی. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از آیه چند شروع کنم؟ شما از آیه 182 فمن خاف من موص جنفا. بله فمن خاف من موص جنفا. 180 سوره چی؟ سوره بقره 182. بله فمن خاف من موص جنفا. اگر شما پیش خود چاپ مصحف مدینه را دارید صفحه 28. صفحه 28 آیه 184. 182. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما خواهر گرامی. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید خواهر گرامی. تماس شما قطع شده بود. از جایی که رسیده بودین تا همانجا یرید الله بكم اليسر از همانجا شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله قطع شده بود. بله بفرمایید. علیکم السلام. از کجا شروع کنم؟ صدای تلویزیون رو ببندین. چشم. یرید الله بكم اليسر از اینجا شروع کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الحسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. صدق الله العظيم. تشکر، جزاكم الله خیر. تشکر از شما. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. جزاكم الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنوین. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید صدای تلویزیون رو ببندین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. تشکر از شما. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندین. علیکم السلام. تشکر از شما. بفرمایید. از کدام آیه سر کنم؟ شما از آیه 182 فمن خاف من موص جنفا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فمن كان منكم أياما معدودات. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. فقط چند نکته متوجه باشین. یکی فلا اثم علی. فلا اثم گفتید. فلا اثم علی. و همچنین ایاما معدودات. معدودات. اینجا رو هم متوجه باشین دیگه انشاءالله کدام مشکلی نبود. و آخرین تماس میشنوین. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. سلامت باشین برادر گرامی. بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ بله استاد. از آیه 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تلاوت کنین. بفرمایید. باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بله. در صفحه مانده چیه؟ بله، در صفحه مانده شده. بفرمایید. حالا انشاءالله به شما ظاهر میگرده. باشه. کیف ایادم رفت سیاه کم.
بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما بودین از برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. تشکری میکنم از همه شما که تا حال ما را تحمل نمودید و تشکری از تمام برادران و خواهران گرامی که تماس گرفتند و تشکری میکنم از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و تمام برادرانی که در اون اتاق کنترل با ما همکار بودند. الله متعال سبحانه و تعالی این نشست شما و زحمت کشی برادران ما را در میزان حسنات همه حساب بکنه و الله تبارک و تعالی قرآن کریم را وسیله شفاعت ما در روز قیامت قرار بده و قرآن کریم در روز قیامت ما را در پیشگاه الله متعال شفاعت بکنه. جزاکم الله خیر. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.